این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای مافنگی که این روزها بیش از هر چیز نیازمند نشون دادن زور بازوشه. از اونجایی که میدونه هوای منطقه طوفانیه و هر آن ممکنه بیان براش، سیدعلی با نگرانی رفت تا ببینه قشونش با چه ابزار جدیدی میخواد از ولایت دفاع کنه. انواع موشک‌های بالستیک با سوخت جامد و مایع، موشک‌های پدافند هوایی، موشک‌های زیرآبی و موشک‌های ضد کشتی بخش دیگری از توانایی‌های موشکی ایران اسلامی است که این با انواع مختلف بله طراحی شده، داره تولید میشه. الان یه تیم دارن کار میکنن از نظر زیستی که پوست بدنه این عین پوست ماهی بشه. کار بزرگی است. موفق باشید. بله، ماهی قزل‌آلای ولایت مدار برای مقابله با ناوهای جنگی. عجب، واقعا کار بزرگیه. این عظمایی که دنبال دستاوردهای صنایع دفاعیه، همون عظماییه که این روزها تو اندرونی بیت کارش به خودزنی کشیده و شروع کرده به حالگیری از گماشته محبوب دیروزش. مثل این بابا که از یک طرف گارد دفاعی گرفته ولی تا دیروز احمدی نژاد عزیز دردونه عظما بود و هر خری که میخواست میرون. مثلا اگه دلش میخواست وزیر خارجه رو وسط ملاقات رسمی کنار میذاشت که این بار خود متکی داره این داستان رو روایت میکنه. البته رئیس جمهور سنگال در همین مذاکرات بود که ما با هم داشتیم بهشون یه یادداشت دادن که ظاهرا در این یادداشت بهشون اطلاع دادن که فلانی از مسئولیت در خارجه برکنار شده. من یه دفعه دیدم این نمیتونه صحبت بکنه، گفت اجازه بدید من یک چند دقیقه برم یه مشورت بکنم برگردم. این رفت حدود 20 دقیقه مشورت نشون. این نمیتونه چجوری بگه به من. بعد من دیدم این بنده خدا اصلا وضع خیلی سختی پیدا کرد. احمدی نژاد که فکر میکرد هنوز مثل اون روزا میتونه با یه اشاره دست هر صدای آزاردهنده ای رو خاموش کنه، اومد همین داستان رو سر وزیر اطلاعات هم پیاده کنه. اما خبر نداشت که این بار این صدای آزاردهنده پشتش به جای دیگه بنده. حالا از وقتی که دیوار رابطه محمود و سیدعلی خراب شده، دیگه توی میدون گاوبازی نظام بین مجلس و دولت این احمدی نژاده که مدام پهن زمین میشه. از جمله وقتی این هفته میخواست یکی از دوستان مشاهیر رو وزیر جوانان و ورزش بکنه، خبر نداشت که عظما براش چراغ قرمز روشن کرده. این رسم بهارستانی هاست که مخالفت با دیدگاه ها و بحث ها رو توی صحن با عدد 2 ابراز می کنند. رسیدیم به آقای سید حمید سجادی، چهره آشنای. اجازه بفرمایید دوستان، اجازه بفرمایید. شما فرصت دارید که با شاسی نظرتون رو اعلام کنید. به موقع بفرمایید. من هم از رادیو خواهم شنید. انشاءالله جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم. اجازه بدین بفرمایید. خیلی ممنون. متشکریم. بنده هم به 2 شما 2. من که حق رأی دادن ندارم، بالاخره 2 یکم که 4 3 5. دعوایی که دارید میبینید اصلا بر سر وزیر ورزش و آینده ورزش نیست، بلکه موضوع جنگ کرسی‌های مجلس بین خامنه‌ای و احمدی نژاده. یک جریانی به نام جریان انحرافی اعلام کرده من در مجلس آتی میخوام 170 کرسی داشته باشم. آیا واقعا این شبهه است برای من؟ شما نمیخواهید از این طریق مثلا اداره کلهای ورزش، رؤسای تربیت بدنی رو همه رو با مشورت اونها انتخاب بکنید و در واقع وزارت جوانان و ورزش رو ستاد انتخاباتی قرار بدید؟ آیا این نیست؟ من یه سوال از شما میکنم، شما پشت این تریبون قرار بگیرید بگید آقا بنده هیچ ارتباطی با جریان انحرافی ندارم و براحت بجویید.
آیا اگر این کارو بکنید فلفور تلفنی شما رو کنار نمیذارن؟ این هم وزیر پیشنهادی احمدی نژاد که اومد خودش جلو بره تا بعد رأی بیاره. من چه پرونده در بازرسی کل کشور دارم؟ من قهرمان ملی شما هستم. اگه قرار من آدم بیقانونی باشم، اگه قرار خدای نکرده نمیدونم انحراف اخلاقی دارم، انحراف مالی دارم، آدم بدی هستم، خود من عرض میکنم خواهشاً عذرخواهی، خود من عرض به من رأی ندید. اگه من آدم منحرفی هستم به من رأی ندید. بله و همونطور که خودش خواست تو استبل نظام هیچکی بهش رأی نداد. بنابراین مجلس به ایشون نتوانست رأی اعتماد برای وزارت ورزش و جوانان بدهد. و اینطور بود که احمدی نژاد دست از پا دراستر صحنه رو ترک کرد و فهمید که توی این برکه عظما جایی برای شیرجه زدن نداره. یکی دیگه از نفرات باند محمودی که اون هم شیرجه ناموفق داشت وزیر خارجه‌اش صالحی بود که اومد یه معاون مشایی پسند برای خودش بذاره، اما نزدیک بود تخته رو از زیر پای خودش هم بکشن و به همین خاطر عقب نشست. صالحی امروز با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بر سر ملکزاده که این روزها به شدت لاغر شده جلسه داشت. در اینجا هم ملکزاده برای اینکه لاغرتر از این نشه استعفا داده شد و این شیرجه صالحی هم به این نتیجه دچار شد. این وسط اوضاع بسیجی ها از همه دیدنی تره، چون بحران هویت پیدا کردن که بالاخره دولت منحرفه، مجلس منحرفه، عظما منحرفه، خلاصه راه امام کدوم وره؟ نظام که از هم پکیده، امام تو قبرش تپیده، عظما تو بیتش کپیده، محمود شمت مرگیده، یکی ریششو چلونده دیگه را براش نمونده، ماته این انده مکافاته، ماته این انده مکافاته. توی این اوضاع گیج و ویج این الکی خوشم زده به سرش اومده برای روز مندرآوردی مرد شعر بگه ولی ملق زد. یه جمله هم میخوام از شما مردان چون روز مرد هم هست تقدیر و تشکر بکنم. پیشا پیش روز ما موجودات زیبا، دوست داشتنی، حساس، فداکار، دلسوز، از خود گذشته، زحمتکش، عاقل، مدیر، مدبر، لایق، شایسته پاداش که بیشتر وقتتون رو صرف خانواده میکنید و اصلا هم مهم نیست که کسی بدونه که ما چه جواهراتی هستیم. ضمناً جوراب هم در این روزها خودمون برای خودمون تهیه میکنیم. تبریک میگم این روز رو. حالا از جنگ و دعواهای داخلی نظام بریم سراغ یکی دیگه از جنگ‌های نظام که پیر عظما رو درآورده. به هر حال ما در جنگ رسانه‌ای هستیم. این یک واقعیتی است که نمی‌شود انکار کرد. حالا ببینیم که دشمن این جنگ رسانه‌ای رو چطوری داره پیش میبره. اون زمانی که ما بچه بودیم، الان کمتر اتل متل توتوله میخونن مادرها. اون زمان اومدن این اتل متل توتوله رو درست کردن، مادر بیچاره از همه جا بیخبر یک کار غلط از نظر زبانشناسی تخریب کننده مغز اومدن میگن اتل متل توتوله که هیچ معلوم نیست معناش چیه. بعد گاو حسن چجوره؟ الان هرچی اسم و اسامیش ما میشنویم غربی ها به زبان میارن، مثلا نامه میدن به رادیو آمریکا که مثلا ایران این است و اون است، یا بابکه یا نمیدونم کوروشه یا داریوش اسمیده، ولی اینجا که میخواد بگه اتل متل توتوله میگه گاو امام حسن چجوره. اینجا دیگه حسن مطرح میشه. بعد تازه بدتر از اینه، تو خیالات خودش این حسن شیرشو بردن هندستون. کی داره این کارو میکنه؟ حسن داره این کارو میکنه. بعد میره هندستون، اینا از روانشناسی اشتکاف داشته میفهمی چقدر کار قوی دشمن کرده تو این کشور. بعد میبرن هندستون، تو هندستون یا هندوستان یک زن کردی رسون. حالا چه ربطی به کردستان داره؟ بعد کردستان اسمشو بذار انقضی.
آذربایجان شرقی. اون وقت دور کلاش قرمزی، آذربایجان دور کلاش قرمزی نیست که این رسمیه دو ترکمن صحرا. ببینید چقدر قشنگ کار میکنن. بله، پس مادر پدرها مواظب باشن. از این به بعد بازی اتل متل هم میتونه همکاری با دشمن تلقی بشه. در پایان توجه شما رو به یک رکورد شکنی در زمینه حمل آجر جلب میکنیم که با وجود اینکه مهارت خیلی زیادی میخواد، اما برای خود نفرات دست اندرکار کاملا عادی به نظر میرسه.